سلام درود، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه که با حضور افتخاری زرتشت هستش. خیلی خوش اومدید. بازم با هم یه داریم ویدیو می‌سازیم. بازم ما اینجاییم، بازم ما دوتا. برعکس من پورفورک، خدایا چی داشتم بگفتم؟ من پوکر، برعکس من پوکر بازم نتونستم درست بگمش. زرتشت اینجا خیلی با انرژی من هیجان داریم. فقط مسئله که امروز از خوابم میاد. شاید یه ذره بالانس شه. ویدیو امروزمون چجوریه زرتشت؟ اینطوریه که یه سری ویدیو من واسه تو فرستادم، یه سری ویدیو هم تو واسه من فرستادی، قرار به اونا ریاکت کنیم، هر کسی واسه ویدیوهای طرف مقابل. بریم که شروع. جالبه، نمیدونستم، همین الان فهمیدم. جمع از خنده ترتیبی که فرستادیم بریم پایین. وای مهمونا اومدن. من میرم تو اتاق میشم بگید با دوستاش رفته بیرون. ناسلامتی پدر خانواده ای. حاجم قصدم ماشاءالله بچه خیلی پر انرژی داری. آی پام گرفت ببخشید. بفرمایید بخورید دوش جونتون. مال مفته، بخورید دوش جون. راستی مرغ چقدر گرون شده؟ آقا امیر میدونستی بچه‌ت سیگار میکشه؟ بله میدونم. گوخوریش به شما نمیاد. مرسی. وا چقدر بددهن کی شدین. گفته من بددهن شدم؟ هر کی گفته گه خورده. لیوانو چرا شکوندی؟ چرا بچه‌مو میزنی؟ تو هم میزنم. پس شما اکسپلورتون از اینا؟ آره. حتی چیزای دیگه هم بود ولی نمی‌تونم اینجا واسات بفرستم. بعدا یه جا دیگه واسات میفرستم. ولی فکر کنم من فرستادم این بده. این بده. موکلت فضلیه کار کن دوست پسرم بیاد خواستگاری. چند سال با همید؟ 3 سال. اسمش چیه؟ سعید. فضلی سعید بگیر شه تو خواستگاری که شیر شه. مهریه چند تا بخواد؟ بالای 1000 تا. فضلی ننت رو برو بیرون. بفرمایید. دوست پسرم مثلا حرفامو نمیفهمه، تو چشمام نگاه نمیکنه. ببخشید چی گفتید؟ آقا دستم به دامنت یه چی بده اکسم برگرده. کم کن خودت به خاطر یه دختر. عکسشو ببینم بنویسم. عجیب. آقا ببینو میپرونه. این واقعا پوکره ها. این واقعا من پوکره. چیکار کنم؟ تازه تراینات تو لب میخوایم بگیریم با این وضعیت من. اصلا بامزه بود. اومده دکلاره کنه. دکلاره کرد. اومده ماشین رو امتحان کنه. خار ماشین رو اوه من یه ذره پستک میفرستم ناتمومه یا وسطش قطع میشه. کی گفت؟ این فوشش کامل نداد دیگه میدونم. ویدیوی بعدی که قرار باز کنم اینطوری پیمان 200 میگیرم اینو یه تنه میخوام، یعنی گاز بزنم تو تا آخرش برم. 300 میدم بکن تو. نه 300 زیاده. چیز نه. وات 300 زیاده. وات کار کرده بودی زنبورا رو چطوری جمع میکنی رو صورتت؟ الان بهتون نشون میدم. تو مرحله اول دستتون بری داخل، میزان وحشی بودن زنبور رو بسنجی، وحشی نباشه بری تو کارش. خواهی وحشی بود چی؟ اون پاره است که داداش تخم تو داری، مال ما لوبیا چیتیه. نه نمیشه، اصلا امکان نداره. تو یه آتوی چیزی از اینا داری، اینا یه جای کارشون پیش تو گیره. یا نه هم چیزی دست کنی ببینی وحشی یا نه. سی تخم. کامنت ها رو کن. میگه از ملکه فیلم داره. از برای کامنتاش گاتر بود. این پست آقای پیمان یه ذره قیافه بازیگر، یه ذره پست غم‌انگیزیه ولی زیباست. باز کن همیشه پیام خام باشه. به خدا مهندس بکن. منو حالا نوازش کن که این فرصت نره از دست. شاید دینگو جدا دمش گرم. خداییش قیافه شبیه بازیگر آمریکاییه. من اول فکر کردم واقعا آمریکای مسخره بازی در آوردن، وایس گذاشتن روش. منو حالا خیلی خوب داره نوازش کن. همین حالا که تب کردم اگر لمسم کنی شاید خودش زیبا کن. این ناموسن باحال بود. آره. ناموسن خیلی خوب ببین. بود. ببین قشنگ چیزی که من من می‌خواستم بگم گفت مفهوم از داره. ابی بیتر خوند. از ابی آها، بیتر خود بله. ببین نه جدا قشنگ از ابی بیتر پستایی که من بود. بود خفن. چی فکر کرده و سیوای من خفنه. ببین خیلی خوب. بهت 1 تومن میدم پیمان
اگه بتونی بفهمی پست بعدی داره چی میگه 1 تومن بهت میدم بی برو برگشت اگه بفهمی داره چی میگه. تصویرش اینطوریه نه تصویرش نه باز کن اگه تو باخته تو 1 تومن به من بده. تو چیز نده باش تو چیز نده من 1 تومن بهت میدم اگه فهمیدین چی داره. بذار ببینیم چیه. ما بنز پیاده شدیم رفتیم رسیدیم به یه دورایی ستاره‌اش خراب بود وسط چهارراه گیر کرده بودیم آفتاب تو سرمون هوا هم تاریک از سرما داشتیم یخ می‌بسیم و تابستون بود هوا گرم بود رفتیم رسیدیم به یه دیوار بلوکی از دیوار گلیه رفتیم بالا رسیدیم به باغ پرتقال اولو داشت که ایقت داشتیم انار میچیدیم صاحب باغ انجیر اومد برام گفت خسارت تمام شله باید بدید پول آلبالوها داریم ما باغ گیلاس داریم بیرون یکی از بچه‌ها چند تا سیب زمینی از باغ اندونو با خودش آورد گفتیم کی خربزه میخوره این گوجه بنداز تو راه هویش خراب میشه گفتم من سیب زمینی دوست دارم خیار آوردم که با گوجه بزنیم آقا هیچ کاوای بردیم رسیدیم به یه بیابونی خشک و بی آب و علف یه قطره آب اونجا پیدا نمی‌کردیم دریاش اینقدر زلال بود دوست داشتی فقط نگاهش کنی یکی از بچه‌ها رفت نوشابه گرفت با نفت آتیش درست کردیم شب خوابیدیم اونجا صبح بلند شدیم دل درد گرفتیم رفتیم دکتر مغز اعصاب با چشماتون سنگکلیه گرفته و قلبتون گچ بگیرین تا پاتون خوب بشه ما هم با همون دست درد اومدیم اینجا به امید روزی که براتون یه ترکیبی بزنم همه کرکوپرشون بریزه. معلم وقتی میگه امتحان آسونه امتحان راست میگه به خدا ولی فهمیدم چی میگه خب و از این ناراحتم که فهمیدم چی میگه چون که داشت خیلی نانسنس میگفتش رفتن باغ هندونه سیب زمینی آوردن بعد از اون طرف تابستون بوده ولی داشتن شب از سرما یخ میزدن. سوال بعدی اگه یه روز از خواب پا میشدی پسر بودی اولین کاری که می‌کردی چی بود؟ خب من میخوام سیمولیت کنم به یه دختر تبدیل شدم از خواب پاشیدم. ما هم یه نمونه از این سوال داشتیم توی ویدیوهای قبلی توی چنل من بود یا تو؟ کدوم چی مد نظر چیه ببین چت جی پی تی از همون پرسیدش اینو. آره چنل تو ویدیو قبلی که داری می‌بینیده. حالا پیمان گوش کن ولی خیلی قشنگ میخوام یک چیز آموزنده واسه آوردم میخوام بهت یاد بدم که تو عرض 5 دقیقه چجوری راه دی دختر رو بلند کنی باز کن ویدیو رو. من واقعا عذر میخوام خیلی معطل شدیم. ماشین شماست؟ کوچیک شماست. به نظرتون جای خوب پارکش کردین؟ به نظرم نه واقعا. پس براش دارین من برم. به خدا اگه بذارم. که چی؟ که بری. باشه تو بعد من حوصله لوس بازی‌ها رو ندارم. خب همین دیگه یه موقع قرار بذاریم که حوصله داشتی با هم حرف بزنیم. وقتشو ندارم. منم اتفاقا خیلی درگیرم ولی یه بار با هم بیای بیرون ولم نمی‌کنی. سیریشی ها. غلامم. چیزی تو بعد اذیت چش. پس زنگ بزنم دیگه. هر وقت شماره‌ام بهت دادم زنگ بزن. شماره‌تو که دادی 2 دقیقه پیش زنگ زدی بهم. فقط واتساپت اینا رو همین خطته دیگه خواستم صبح بخیر و شب بخیر بگم بهت. ببین بعدی یه ذره راحت میشه فهمید ولی خب اگر نفهمید خیلی آدم پاک و منزهی هست. ایده ما میریم کار باشیم اگه تو بری که کار 100% نشون عجب. حالا این یه چیزی اینجا تو کامنت ها نوشته تو هر دو حالت باخت راست میگه برادر بازی رو برد ولی به چه نیمه امیر داداش دلم گرفته نبینم غمتون مرد چی شده رفتم خواستگاری دوست دخترم خانواده‌اش موافقت نکرد داشت یه بار رفت بابام 7 بار رفت خواستگاری مادرم خب آخر چی شد موافقت کردن نه پس من لابد هنوز دادم بوزی این بود از همه ویدیوها امیدوارم که خوشتون اومده باشه. این وسط من احساس میکنم که چیز دارکتری داشتم یعنی زرتش سعی کرده بود یه ذره بیشتر فانش کنه من دارک تورش کرده بودم یکم ولی آره آره از این ویدیو خوشتون اومد باشه از اونجایی که پیمان اصلا آدم انرژی داره نیست و تو اوتروش یا اینتروش انرژی نمیذاره من واسه پس که چی حتما پیمان رو بلاک کنید سابسکرایب کنید ویدیوشو دیسلایک کنید و بیاین یه سر بزنید به چنل من چنل زرتوش انزه
سابسکرایب اب کنید، نه لایک اب نه کنید. به تو میرسه داداشم به تو میرسه اب نه قربون بشم. پس آن سابسکرایب قربون. هنوز حتما ممنونم که تا اینجا تماشا کردین. حتما حمایتمون کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب، خیلی اون انرژی میدین. ممنون ازتون. و پیما جان دیگه آخرش رو خودت بگو. چو خوشحال از دیدنتون. فعلا خداحافظ. With